روزهای اولیه جنگ 33 روزه مرز سوریه و لبنان. فرمانده بزرگ ایرانی علیرغم تمام مخالفت‌های سید حسن نصرالله به دلیل خطرات حمله پهپادهای اسرائیلی خودشو به سوریه و بعد با پای پیاده به مرز لبنان میرسونه. این همه سختی برای حضور مستقیم توی اتاق عملیات در کنار سید حسن نصرالله و حاج عماد مغنیه است تا بتونه به درست اجرا شدن طراحی‌های قبلیش نظارت کنه. البته چند بارم جاشون لو رفت تا جایی که حتی توی یه شب 3 بار جاشون رو عوض کردن تا از توطئه دشمن در امان بمونن. بالاخره روز موعود فرا رسید و قرار بود بخش مهم نقشه‌های مشترک حاج قاسم و عماد مغنیه عملیاتی بشه. بخشی که تا اون موقع هیچ آزمایشی روش انجام نشده بود و ریسک انجام نشدنش خیلی بالا بود. اما اونقدر این بخش اهمیت داشت که دو فرمانده بزرگ مقاومت توی اتاق بغلی سخنرانی سید حسن نصرالله منتظر نشستن تا خبر مهم و داغ به سید برسونن تا ایشون سریعاً توی سخنرانی زنده‌اش اعلام کنه. آخه قرار بود برای اولین بار موشک‌های دریایی حزب الله شلیک بشن و ناوچه‌های اسرائیل رو نابود کنن. چون این ناوچه‌ها جاده‌های منتهی به جنوب لبنان و حسابی ناامن کرده بودند و نیروهای مقاومت نمیتونستن به سمت جنوب لبنان حرکت کنند. بالاخره سید حسن در پایان صحبتاش به طور ناگهانی اعلام کرد: شگفتی‌های غافلگیر کننده‌ای که بهتون قول داده بودم از همین الان شروع میشه. الان بر روی دریا و در مقابل خودتون ناوچه ارتش اسرائیل که به خونه‌های مردم و جامعه ما حمله می‌کرد و در حال انهدام تأسیسات شهری و مختل کردن زندگی بود و ببینید که در آتش می‌سوزه. و سلام علیکم و رحمت الله. همه از این اتفاق و شدت هماهنگی بی‌نظیر شوکه شدن و خبر عین بمب توی دنیا صدا کرد. ناوچه پیشرفته سائر داشت توی آتش مقاومت میسوخت و شبکه المنار به صورت زنده این اتفاق رو پوشش میداد. نیروی دریایی اسرائیل برای اولین بار مورد حمله موشکی قرار گرفت و بخش مهمی از قدرت ارتش اسرائیل زیر سوال رفت. اونقدر این ضربه سنگین بود که تا آخر جنگ دیگه هیچ خبری از نیروی دریایی اسرائیل نشد. انگار اون همه سختی و خطرپذیری برای رسیدن به لبنان واقعا ارزشش رو داشت.